در شهر کابل پایتخت افغانستان از صدها نفر راهپیمایی کردند و از حکومت خواستند قاتلان فرخنده را به جزا بکشند که این دختر را روز 19 مارس ازدحام با اتهام آتش زدن قرآن لط و کوب کرده کشت و سپس جسدش را آتش زدند. جسد فرخنده 27 ساله را روز پیشتر خود زنان افغان به خاک سپردند که این در جامعه محافظه‌کار افغانستان دیده نشده است. و گفته مقامات پلیس افغانستان فرخنده قرآن را نیز آتش نزده بود و حالا چندین نفر با اتهام قتل این دختر دستگیر شدند. این حادثه وحشت انگیز واکنش زیادی را چی در داخل و چی در خارج افغانستان برانگیخت و صحبت برنامه امروزه در همین باره است با همکارم از رادیو افغانستان آزاد ژاکفر احمدی. ژاکفر، مقامات افغانستان در رابطه با قتل فرخنده چند نفر را بازداشت کردند؟ وزیر داخلی افغانستان امروز از دستگیری 26 تن خبر داده و میگه که این افراد به پنجه قانون سپرده شدند. نورالحق علومی در پارلمان افغانستان امروز گفت که 13 تن از این افراد ماموران پلیس هستند. گفته شده که 13 تن از افراد به اتهام دست داشتن در شکنجه، کشتن و به آتش کشیدن فرخنده دستگیر شدند. ماموران پلیس حوزه دوم کابل مورد انتقاد شدید اقشار مختلف جامعه به خصوص زنان قرار گرفتن و به سالنگاری در بخش حفاظت از مال و جان مردم متهم شدند. به همین دلیل بر اساس معلومات صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان با دستور وزیر داخله وظایف 13 مسئول پلیس حوزه دوم امنیتی به شمول آمر ای حوزه جایی که حادثه روز پنجشنبه رخ داد به حال تعلیق درآورده شده. و درباره تظاهرات امروزه در شهر کابل صحبت می‌کردی که در این تظاهرات چند نفر شرکت داشتند و از مقامات چه طلب می‌کردند؟ بله، در تازه ترین اقدام صدها مرد و زن امروز در محل کشتن فرخنده گرد هم آمدند و به شدت از شکنجه و به آتش کشیدن این دختر جوان اعتراض کردند. شماری از معترضان در حالی که میگریستند، اشک میریختند، شعار عدالت سر میدادند و خواستار محاکمه علنی عاملان کشتن فرخنده شدند. معترضان از پلیس هم انتقاد کردند و گفتند که پلیس نباید میگذاشت تا فرخنده زیر مشت و لگد مردان خشمگین جان بده. نه تنها امروز بلکه دیروز هم در مراسم خاکسپاری پیکر فرخنده در کابل زنها به طور گسترده حضور یافتند و حتی نگذاشتند تا مردان تابوت فرخنده را حمل کنند و اونا خود این کار انجام دادند. تشکر. همکارم ژاکفر احمدی از رادیو افغانستان آزاد با ما صحبت می‌کرد.